سلام بچه ها، خوش اومدید به پارت 5 از مبحث آموزش استفاده از سنگ ها و کریستال ها. من آیه هستم، معلم جادوگری شما. توی این پارت از آموزش میخوام راجع به شکل سنگ ها صحبت کنم. بچه ها، شکل یک سنگ روی انرژی و ارتعاش اون سنگ و نحوه ارتباط برقرار کردن اون سنگ با شما تاثیر داره و نه فقط این، شکل یک سنگ حتی روی اعمال جادویی شما هم تاثیر میذاره. خب بریم سراغ انواع شکل سنگ ها و کاربرد های اونها. اولیش سنگ ها و کریستال های نوکدار هستن. بچه ها، سنگ ها و کریستال هایی که به صورت طبیعی یا تراش خورده نوکدار هستن معمولاً برای هدایت انرژی به سمت چیزی یا دور کردن انرژی از اون چیز استفاده میشه. همینطور میتونید از این سنگ های نوکدار برای تقویت قدرت هنگام توانمندسازی سنگاتون استفاده کنید. موقعی که دارید سنگتون رو توانمندسازی میکنید که توی پارت قبلی بهتون یاد دادم، میتونید نوک یک کوارتز رو به سمت اون سنگ بگیرید تا انرژی رو به سمت سنگ هدایت کنه. دومین شکل از سنگ های خوشه‌ای هستش. بچه ها، خیلی از کریستال ها به صورت نچرال و طبیعی به شکل خوشه‌ای رشد میکنن. این شکوفایی طبیعی کریستال مجرای قدرتمند برای انرژی سنگ و قدرت اونها از طریق نوک ها به جهان پیرامون تابیده میشه. سومین شکل از سنگ های خام هستش. سنگایی که تراش خورده نیستن و شکل و حالت طبیعی خودشون رو دارن. سنگای خام در حالت طبیعی خودشون هستن و از اونجا که کمترین دخالت انسان رو داشتن، اینطوری میگن که انرژی اونها قدرتمندتر هستش. اما به نظر من این فقط یه باور ذهنیه. شکل بعدی از سنگ نگرانی یا وریستون هستش. بچه ها، این سنگا به صورت یک دیسک بیضی تراشیده شدن که برای مالیدن بین انگشتا بسیار مناسبه. هدف این سنگا برای آروم کردن اضطراب و برطرف کردن انرژی های آشفته هستش. شکل بعدی دو سر نوکدار هستش. کریستال هایی که از دو طرف نوکدار هستن به این شکل. کریستالی که دو تا سرش نوک داره میتونه همزمان انرژی رو به دو جهت بفرسته. به همین دلیل در افزونهای مربوط به تعادل و توازن بسیار قدرتمنده. شکل بعدی شکل قلب هستش. سنگ هایی که به شکل قلب هستن. این نوع کریستال ها میتونن افزونهای مربوط به عشق رو در همه شکل ها تقویت کنن. چه عشق رمانتیک، چه خانواده، چه دوستی یا عشق به خود. همچنین میتونید از اونا برای التیام قلب شکسته هم استفاده کنید. شکل بعدی از سنگ ها گوی سنگی هستش. گوی بلورین اغلب برای نگاه بینی و فالگیری استفاده میشه. این کار معمولا با کوارتز یا کریستال های شفافتر انجام میشه. مورد بعدی چوب دست ها هستن. چوب دست های جادویی که سرشون کریستال کوارتز داره. چوب دست های کریستالی به شکل های بلند و مستقیم با سر نوکتیز یا گرد برای هدایت انرژی به کار میرن. چوب دست های نوکتیز برای جمع‌آوری انرژی و پرتاب اون به بیرون مانند یک لیزر طراحی شدن. شکل بعدی سنگ های بیضی شکل هستش. سنگ های کف دستی بیضی شکل برای مدیتیشن مناسبن. بسته به ویژگی های هر کریستال می توان از این سنگ ها برای آرامش، شفافیت ذهن، افزایش انرژی شخصی و غیره استفاده کرد. شکل بعدی شکل هرم هستش. سنگ هایی که به شکل هرم هستند. باور بر این است که هرم از طریق نوک بالایی خود
انرژی و نیروی روح رو جذب کرده و آن را به صورت مادی به قلمرو زمینی منتقل میکنه. وقتی یک کریستال به شکل هرم تراش داده میشه، ویژگی های جادویی اون تقویت میشه. شکل بعدی شکل تخم مرغی هستش. کریستال ها و سنگ های تخم مرغی. از نظر نمادشناسی تخم مرغ شامل باروری، آغازهای تازه، پتانسیل و تولد دوباره است. ترکیب شکل تخم مرغ با ویژگی های یک کریستال نشان دهنده آغازهای نو در حوزه های مشخص از زندگی هست. مورد بعدی کریستال ها و سنگ هایی هستند که به شکل جمجمه تراشیده شدند. جمجمه های کریستالی برای محافظت استفاده میشن به خاطر اینکه جمجمه نماد هشدار هستش. همچنین از جمجمه کریستالی در نکرومنسی هم استفاده میشه و آن را به عنوان کانالی برای ارتباط میان این جهان و جهان ارواح میدونن. شکل بعدی سنگ ها و کریستال هایی هستند که به شکل مکعب تراش خوردن. مکعب شکلی پایدار کننده است. این شکل نیت جادویی شما را به طور محکم در خود نگه می دارد و انرژی آن نیت را در جای خود لنگر می اندازد. خب بچه ها، این پارت از ویدیو هم به پایان رسید. توی پارتی از این مبحث آموزشی میخوام نحوه استفاده کردن از کریستال ها رو بهتون آموزش بدم. دوستتون دارم، امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. ماش بهتون، خدا نگهدار.